چند زوده تاجیکستان و همزمان شهروندان روسیه میگویند که در گذشته در صف ارتش اون کشور خدمت کردند ولی در جنگ اوکراین اشتراک ندارند. نام آنها در پیوند با کشتار آدمان در بوجه کنار کیف پیدا شد. این افراد روی خط را رد میکنند اما ادعا دارند که کونه است و زندگیشان را دشوار میکند. خدمات استخباراتی اوکراین روز 4 اپریل روی خط افسران و اسکران بریگاد 64 سواره تیرانداز ارتش روسیه را نشر کرد که در آن نام بیش از 10 تاجیک ذکر شده است. مقامات اوکراین گفتند که این نظامیان در قتل ساکنان آسایشته دست داشتند. ظفر عبدالرحیموف 32 ساله ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان از جمله آنها است که نامش را در این روی خط دیده است. او میگوید واقعا در بریگاد 64 سواره تیراندازی روسیه خدمت کرد اما 5 سال پیش قراردادش را قطع کرد. نشر نامش در این فهرست او را نگران کرده است و تلاش دارد نشان دهد که در اوکراین نبود. عبدالرحیموف میگوید جنگ یک روز پایان میرسد ولی آنهایی که در این روی خط هستند جواب میدهند. او ادعا دارد 4 سال باز در تاجیکستان است و هیچگاه در اوکراین نبود. مقامات تاجیکستان نیز تلفن او را در این باره پرسیدند. بله من شهروند روسیه هستم، در ارتش اون کشور خدمت کردم اما سال 2018 به تاجیکستان آمدم و دیگر برنگشتم. کار زندگیم در همین جا است. در آن روی خط نام مرا چاپ کرده گفتند گویا آدم کشتیم. این دروغ است. نقل کرد او آخر هفته گذشته به رادیوی آزادی. مقامات اوکراین میگویند بریگاد 64 سواره تیراندازی ارتش روسیه به کیف و اطراف آن حمله کرده است. آنها قتل بیش از 900 غیر نظامی را در اطراف کیف کار دست این بریگاد مینامند. معلوم نیست که چند تاجیک در این بریگاد در اوکراین حضور داشت اما 8 نفری که نامشان در این روی خط ذکر شده است خود و پیوندانشان ادعا دارند که در آنجا نبودند. نام رحیم جان یوسپوف و پدرش بختیار یوسپوف نیز در این فهرست است. وی ادعا دارد که در شهر خباروفسک روسیه تاکسی میراند و سال 2018 از ارتش روسیه رفته است. اگر خدمتچی حربی هم میشدم به جنگ نمیرفتم. در جنگ مردم آسایشته آدمان بیگناه میمیرند گفت او. بختیار یوسپوف پدر رحیم جان میگوید بازنشسته است. من سال 2019 به نفقه برآمدم، دیگر دعوت هم نکردند. نبیره دارم. ما طرفدار صلحیم. شهروندانی که نامشان در روی خط ذکر شده است تصدیق میکنند که در گذشته سرباز ارتش روسیه بودند اما سالها پیش آن را ترک کردند. در خدمات استخبارات اوکراین درستی و نادرستی این روی خط را به رادیوی آزادی تصدیق نکردند. در صحبت بدون میکروفون گفتند در شرایط جنگ امکان تفتیش آن را ندارند. سید ابراهیم بردیف که نیز نامش در این روی خط ذکر شده است میگوید سال 2021 از کار رفته بود و این نیز در خباروفسک زندگی میکرده است. میگوید فهرست دروغ نیست ولی ظاهرا از سال 2018 است و کونه. من اکثر نامها را در روی خط دیدم و شناختم. روی خط دروغ نیست اما به فکرم از سال 2017 است گفت او. سیف الله قربانوف که نامش در این روی خط ذکر شده است سال 2020 در 41 سالگی درگذشته است. نزدیکانش به رادیوی آزادی گفتند که ماه سال 2020 در اوج بیماری کرونا ویروس جسدش را نتوانستند به تاجیکستان بیارند و او را در خباروفسک دفن کردند. دلیل‌های دیگر نشان می‌دهد که زادگان تاجیکستان در صف ارتش روسیه در اوکراین قرار دارند. دست کم مرگ 7 نفر آنها تصدیق شده است. این شب و روز در شبکه‌های اجتماعی نوار چرخ می‌زند که یک نفر خودش را از تاجیکستان معرفی کرده ادعا دارد با نظامیان چچنی در ارتش روسیه مقابل نظامیان اوکراین می‌جنگد.